برای انسان موحد است که سختی دنیا و آخرت برش آسان میشه. وقتی که عظمت خالق در قلبت بود، با این عظمت خالق میفهمی که روز قیامت است. از امریکا نمیترسی. از یک عالم میگفت کان لموسی فرعونا ولنا فراعنه. موسی یک فرعون داشت، ما فرعون ها داریم. چرا از فرعون نمیترسی؟ ما فرعون هم داریم، نمرود هم داریم، شداد هم داریم، هامان هم داریم، لکن به نامهای جدید و تخلصای لکس. چرا نمیترسی از فرعون و هامان و شداد و نمرود؟ به خاطر ازی که میفهمی که 50 سال بعد یا 60 سال بعد، نهایتش 100 سال بعد، اینمی کسایی که در این مسجد شیشته او که به خاطر درس هم آمده 100 سال بعد زیر خاک است. اگر حسین رضی الله عنه شهید نمیشد میمرد. اگر حضرت علی شهید نمیشد در مرگ عادی میمرد. اگر عمر رضی الله عنه شهید نمیشد در مرگ عادی میمرد. اگر صحابه کرام اینجا در افغانستان و در چین و در اندونزیا در کشورهای دیگی که قبرایشان است در اینجا شهید نمیشدن میمردن. این حال او کسی که مرده و او کسی که شهید شده، او کسی که به خاطر الله تسلیم است و او که به خاطر غیر الله کار میکنه، در روز قیامت این حال هر انسان که هوشیار است فکر میکنه که پروردگارم کاری نکنم که فردای روز در مقابل مخلوقات رویم سیاه باشه، شرمنده باشه. اذیت رساندن به یک مسلمان، زدن یک مسلمان، شیطانی کردن یک مسلمان ساده هست، هر کسی کار کرده میتونه. لکن کاش که 1000 سال مثل قوم نوح علیه السلام و 1000 سال عمر میداشتی، باز هم میگه برو 1000 سال عمر داره، یک عیش خدا خونوش خدا میکنه. اما نمیبینی که چقدر فرعون های اینجا بودن و مردار شدن و رفتن. چقدر روز غلام های خطرناک داشت، اما از این دنیا رفتن.